violence hit the cities, when the networks went dark, hope kept moving through the people like a hidden spark. They tried to block the voices, they tried to stop the flame, but courage found a living road from name to name. Bravery walks unarmed and tall through the smoke and broken walls. History turns where people stand. The light is carried hand to hand. Every tear becomes a fire, every voice is rising higher. From the night the light is drawn, This is where the dawn is born. Rise together, Take the sky, hold the line. amplify. Hope is louder than the fear. The dawn is near. The dawn is ایران ایرانم ایرانم که از تو دارم این جانم جانم فدایت میخوانم پاینده باد ایرانم No blackout stops a nation's will. No bullet writes the final page. When hearts are lit and standing still, the future steps onto the stage. Rise, rise, light the flame. Stand, stand, speak the name. Morning comes, nothing to say. ایران ایرانم ایرانم که از تو دارم این جانم جانم فدایت میخوانم پاینده باد با درود خدمت همتون. پیام که اونجایی که من دایش بودم و میشناختمش، وقتی که میرفت برای مبارزه برای خودش مبارزه نمیکرد، برای کل ایران و مردم ایران مبارزه میکرد. ممنونم که اومدید و پیامایی که از ایران به من میرسه، مردم ایران زخمی شدن، خون دادن و الان گوشه خون نشستن دیپرسن. امیدشون فقط شما هستید. هر روز تلویزیون نگاه میکنن و دلخوشیشون همین شما هست که الان اومد توی خیابون صدای آزادی اونا رو داری ادامه میدید. پیام خیلی وحشیانه کشته شد، خیلی. بعد از که تیر به پاش میخوره، در حال فرار بوده، تیر به کمرش میزنه که به وارد شکمش میشه. تا 3 ساعت همینجور خونریزی داشته به بیمارستان ها رو تمام تحت کنترل نیروهای امنیتی گذاشته بودن. فقط یه بیمارستان اجازه میدادن که تمام دکترها نیروهای امنیتی لباسهای پزشکی پوشیده بودن. تمام زخمی‌ها قسمت‌های مخصوص رو می‌ذاشتن با حالت خونریزی همون بمیرن. مردم ایران خیلی خوشحالم که شما پشتشون وایسادید. تشکر می‌کنم از همتون. ممنون.
ممنون. امید پیروزی ایران. ایرانی‌ها تا اونجایی که من میدونم تنها هستیم، واقعا تنها هستیم. هیچ کشوری دنبال حمایت اون نمیکنه. ما خود اون هستیم که باید بجنگیم. این دیگه انقلاب نیست، جنگه. کسی که داره با دست خالی کشته میده، اینا جنگ 40,000 نفر رو دارن میکشن، 50,000 نفر، 80 میلیون هم بکشن، این انقلاب نیست، این جنگ رو ما شروع کردن. تنها کاری که میکنه حمایتش میکنیم، صداشون رو. تشکر از همتون. خامنه‌ای زهار میکشیمت زیر خاک.